سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سوگن هستم با یه ویدیوی دیگه. توی این ویدیو آموزش پیکسلر رو داریم. پیکسلر یه ویرایشگره و کاملا رایگانه. شما میتونید توی نرم افزار پیکسلر یا حالا توی وبسایت پیکسلر عکسایی که دارید رو ویرایش بکنید. بخش زیادی از ابزارهای معمول فتوشاپ رو پیکسلر داره و حتی فایل‌هایی که فرمتشون PSD هست رو هم باز میکنه که PSD میشه همون فرمت پروژه های فتوشاپ. و علاوه بر PSD فرمت های PNG، JPG و حتی SVG رو هم باز میکنه. پیکسلر یه سری نقاط قوت داره. یکی این که مثلا فیلترهای عکاسیش بیش از حد تنوع داره. فیلترهاش زیبا و جذاب هست. دومین نقطه قوتش اینه که توی حتی نسخه رایگانش هم لوگوی برنامه روی عکسای ویرایش شده شما درج نمیشه. پیکسلر 2 بخش داره. یکی پیکسلر X هست که ادیت هستش به صورت ساده و ابتداییه و یکی پیکسلر E که ادیتش پیشرفته است. و من میخوام تمام تول هایی که پیکسلر E یعنی پیکسلر پیشرفته داره رو براتون توضیح بدم و کاربردشون رو هم بهتون بگم. خب من خودم از وبسایت پیکسلر استفاده میکنم که شما پیکسلر رو تایپ میکنید داخل گوگلتون و اولین سایتی که میاد سایت خود پیکسلره و شما باید یه دونه اکانت برای خودتون داخل پیکسلر بسازید که من از قبل ساختم و میزنید روی استارت فوتو ادیتینگ برای پیکسلر ای و اینجا شما پروژه هایی که مثلا قبلا انجام دادید و اینا رو براتون میاره. شما میتونید یه دونه عکس رو باز کنید و روش تغییر ایجاد کنید یا میتونید کرییت نیو بزنید و یه دونه صفحه جدید باز کنید و روی اون دیزاینتون رو انجام بدید. خب الان یه عکس رو داخل پیکسلر باز میکنیم و داخل این قسمت میتونیم ببینیم که سایز عکسی که باز کردیم چند در چنده. داخل این قسمت لایه هامون رو میتونیم ببینیم و داخل این قسمت هیستوری یعنی کارهایی که شما روی این عکس انجام دادید رو میتونید اینجا ببینید. اولین ابزاری که میخوام بهتون آموزش بدم ابزار ارنج هست که این ابزار میتونه شکل اون تصویری که شما دارید رو سایزش رو کوچیک و بزرگ بکنه، میتونه جاش رو تغییر بده و حتی میتونه بچرخونتش. اما این کار تا زمانی که لایه شما قفل هست امکان پذیر نیست، پس شما باید از لاک درش بیارید و بعد میتونید شکلتون رو تصویرتون رو کوچیک و بزرگ بکنید، میتونید جاش رو تغییر بدید یا میتونید بچرخونیدش. دومین ابزاری که میخوایم باهاش کار بکنیم ابزار مارکی سلکت تول هست که یک قسمتی رو توی عکستون میتونید انتخاب بکنید و اون قسمت رو میتونید از عکستون حذف بکنید. اما برای استفاده از این ابزار حتما حواستون باشه که لایه‌تون باید لاک باشه که شما با کلیک کردن روی لایه‌تون این پنجره براتون باز میشه و روی قسمت لاکد کلیک میکنید. این ابزار اینطوری که شما میتونید به 2 صورت، میتونید به صورت مربع یا همون مستطیل یک قسمت از عکستون رو انتخاب و حذف بکنید یا میتونید به صورت دایره این کار انجام بدید. مثلا این قسمت رو نمیخواید حذفش میکنید. این ابزار 3 حالت داره که شما میتونید یک قسمتی رو فقط انتخاب بکنید و حذف بکنید. میتونید از اد تو سلکشن استفاده بکنید. یک قسمت دیگه ای رو به سلکشن قبلیتون میتونید اضافه بکنید با استفاده از این حالت. الان مثلا من این قسمت انتخاب میکنم، به سلکشن قبلیم اضافهش میکنه و من مثلا این سلکشن ها رو حذفش میکنم از عکسم. یا میتونید از remove from selection استفاده بکنید. مثلا این قسمت رو نمیخواید حذف بکنید، انتخابش میکنید و از سلکشنتون حذفش میکنه، یا این قسمت رو نمیخواید از سلکشنتون حذفش میکنه و مثلا میتونید پاکش بکنید از عکستون کلا نباشه. ابزار بعدی که میخوایم باهاش کار کنیم ابزار لاستو سلکت هست که این ابزار هم برای سلکت کردن هست اما با ابزار قبلی فرق میکنه. اولین تایپی که داره فری هست که شما میتونید یه قسمت رو همینجوری بکشید انتخاب بکنید و پاک بکنید از عکستون که اینم مثل همون سلکشن قبلیمون یه دونه اد تو سلکشن داره که شما یه قسمت رو اضافه میکنید، یه دونه هم ریموو فرام سلکشن داره که حالا حذف میکنید از سلکشنتون و حالا پاک میکنید. یه دونه قسمت دیگه داره که این قسمتش اینطوریه که به صورت
شکل‌های چند ضلعی براتون انتخاب میکنه یک قسمتی رو. شما میتونید اینجوری یک قسمتی رو به صورت یک شکل چند ضلعی انتخاب بکنید و از عکستون حذف بکنید که این ابزار هم دوباره add to selection داره و البته remove from selection هم داره. تایپ بعدی که داره این هست که شما میتونید یک در واقع قسمتی رو به صورت شکل منحنی انتخاب بکنید و پاک بکنید که این هم دوباره add to selection و remove from selection رو داره. قسمت مگنتیک رو داریم که اینطوریه که از همه حالا چیزای سلکت کردن داخل این لاسو سلکت بهتره و شما میتونید یه قسمتی رو انتخاب بکنید. خودش سعی میکنه در واقع اون قسمتی که شما دارید انتخاب میکنی رو خودش به اون قسمت فقط چیز کنه و خودش سعی میکنه فقط همون قسمت رو سلکت بکنه و قسمت دیگر رو سلکت نکنه. همونطور که میبینید داره مثلا دور این سنگر رو الان میگیره. حالا من این قسمت رو همینجوری رد میکنم، میام اینجا و این قسمت رو دقیق تر براتون چیز میکنه، پاک میکنه و سلکت میکنه که این هم دوباره add to selection و remove from selection داره. چهارمین ابزاری که میخوایم باهاش کار بکنیم ابزار وان سلکت هست که این ابزار هم مثل دوتا ابزار سلکتی که داشتیم حالتهای نیو سلکشن، add to selection و remove from selection رو داره. حالا ابزار وان چی کار میکنه؟ به عنوان مثال من میخوام این سنگی که اینجا هستش رو انتخاب بکنم و از عکسم حذف بکنم. روش کلیک میکنم و خودش اون انتخاب میکنه و حالا ما میتونیم با دیلیت از عکسمون حذفش بکنیم. add to selection داره، مثلا من این سنگ رو هم نمیخوام بهش اضافه میکنم، این سنگ هم نمیخوام بهش اضافه میکنم. یا مثلا remove from selection داره و شما میتونید اینا رو حذف بکنید و نسبت به حالا اون دوتا ابزار دیگه پیشرفته تر هست. ابزار بعدی که داریم ابزار کراپ هست که مطمئنا میدونید چیه. یه دونه بخش داره فری که شما میتونید همینجوری بکشید و عکستون رو کراپ بکنید و یه دونه بخش دیگه داره که سایز و ریتیو هست که شما میتونید بهش بگید که مثلا با من میخوام مثلا قد عکسم 700 باشه و طولش هم 800 باشه و خودش اون در واقع مقیاس رو براتون آماده میکنه و شما فقط باید بگید که مثلا این قسمت از عکس باشه یا این قسمت باشه یا مثلا این قسمت باشه. ابزار بعدی که داریم ابزار کات اوت یا ماسک هست. این ابزار خیلی ابزار خفنیه واقعا. اینطوریه که شما چند تا حالت داره براتون. یکی شیپ ماسک هست که شما مثلا این قسمت انتخاب میکنید، فقط این قسمت رو براتون انتخاب میکنه، بقیه رو حذف میکنه. یا اگه بخواید یه قسمت رو فقط حذف بکنید از remove from ماسک استفاده میکنید که این باز حالا میتونه رکتانگل باشه یعنی هم مستطیل باشه یا دایره باشه یا حالا به صورت خطی باشه که شما فقط که خط رو حذف بکنید. دوباره این قسمت هم ماجیک ماسک داره. شما مثلا این قسمت انتخاب میکنید و براتون حذفش میکنه اون قسمت رو. دقیقا مثل همون ماسک خود ابزار در واقع وان سلکت خودمونه که این باز حالا دوباره اتو ماسک داره و ریموو فرام ماسک داره. درا ماسک داره که این میتونید شما یه قسمتی اینجوری انتخاب بکنید اون قسمت رو براتون حذف بکنه. این به صورت حالا مثلا این قسمت رو مثلا نمیخواید حذفش میکنه براتون. یا اد تو ماسک داره، مثلا من این دایره هر رو میتونم مثلا انتخاب بکنم و برام فقط همونو نگه داره. اینم لاسو ماسک داره، شما میتونید یه چیزی رو دورش رو مثلا اینجوری بکشین. حالا من دقیق الان نمیکشم خیلی چون وقت زیادی میگیره و اون قسمت رو میتونید حذف بکنید یا اون قسمت رو فقط نگه دارید. و مثلا من الان میخوام که این ابزار برای حذف کردن بک‌گراند خیلی مناسبه. یه دونه بخش داره به نام AI آتو. بزنیم روش ببینیم چه اتفاقی میفته. بله، بک‌گراند رو تقریبا برای ما حذف کرده، اما
دقتش خیلی بالا نیست. یعنی اگه شما بخواید ازش استفاده بکنید بازم باید به وسیله مثلا درا ماسک و اینا و حالا کم کردن سایز براش و سافتنس و بالا بردن، بازم باید یه خورده کار بکنید روی عکس برای حذف کردن چیزایی که با دقت کامل حذف نشده روی عکس برای حذف بک‌گراند. ولی خب سرعت کار شما رو اتو بالا میبره. ولی مثلا اگر شما از ابزار واند استفاده بکنید، اتماش رو بزنید و حالا مثلا به عنوان مثال من کل اینو میخوام اما این سنگایی که پایینش هست رو نمیخوام، میام توی درا ماسک، ریموو فرام ماسک، براشمون رو باید یکم زیاد بکنیم، کم زیادیه. بعد با استفاده از این میتونیم بکشیم و این قسمت رو به عنوان مثال از عکسمون حذف بکنیم و به همین راحتی بک‌گراند این عکس رو حذف بکنیم و الان فقط همین آدم رو داشته باشیم که برای حذف کردن بک‌گراند توی عکس هاتون این ابزار به شدت نیاز هست. ابزار بعدی که میخوایم باهاش کار بکنیم ابزار لیکویفای هست که یه حالت داره به نام پوش که شما میتونید یه قسمت از عکستون رو انتخاب بکنید و بکشید به یک سمتی که عکستون رو میتونه قشنگ بکنه. الان برای مثال اگر ببینید حالت دومی که داره حالت این لارج هست، شما یه قسمتی رو میتونید انتخاب بکنید و اون قسمت رو بزرگش بکنید، یا میتونید از شرینک استفاده بکنید و یه قسمتی رو کوچیک بکنید. یه دونه داره سویرل رایت که در واقع یک قسمتی از عکستون رو اگر انتخاب بکنید اون قسمت رو براتون به یک سمت مثلا میتونه بکشه که همونطور که میبینید به شدت هم قشنگ است. که یه دونه داره دیگه به سمت چپ میپیچونه عکس رو و یه دونه قسمت هم داره ریستور که شما هر کاری که کردید رو براتون برمیگردونه عکستون رو به حالت طبیعی، تمام کارهایی که روی عکس انجام دادید رو به حالت طبیعی اولیه‌اش برمیگردونه. ابزار بعدی که داریم خیلی ابزار خوبیه. شما میتونید با استفاده ازش هر چیزی که داخل عکستون نمیخواد رو حذف بکنید. ابزار هیل هست که یه دونه قسمت داره به نام اسپات که شما میتونید یه قسمتی رو انتخاب بکنید و بر اساس چیزایی که اطرافش هست اون چیز رو براتون حذف میکنه. یه دونه داره سافت که کاملا به صورت کامل اون چیز رو محو نمیکنه و برای اینکه کامل محوش بکنه شما چند بار کلیک بکنید که حذفش بکنه براتون. یه دونه داره آبجکت که شما یه آبجکتی رو انتخاب میکنید و همون رو به صورت کامل براتون حذف میکنه. همونطور که میبینید انتخاب میکنه اونو و برامون حذفش میکنه. مثلا من الان اینایی که توی آسمون هستشون نمیخوام، انتخابشون میکنم و برام حذفشون میکنه. و یه دونه داره اسپید که با سرعت بالا براتون کار رو انجام میده اما خیلی هم خوب این کار رو انجام نمیده. یه دونه داره بالانس که هر کدومشون به ترتیب از اسپید تا اولترا فقط سرعت انجام شدنشون بالاتره و به نظر من بالانس از همشون بهتر انجام میده این کارو. حتی این دختری که اینجا هستش هم ما میتونیم با استفاده ازش حذف بکنیم. ابزار بعدی که داریم ابزار کلون هست. ابزار کلون اینطوریه که شما میتونید یک قسمت از عکستون رو کپی بکنید و روی یک قسمت دیگه بذاریدش. به عنوان مثال اول میرید روی سورس، مثلا من اینو انتخاب میکنم، میام روی پینت و یه دونه ازش همه جای تصویر میتونم بذارم. اما حتما حواستون باشه که وقتی میخواید یه چیزی انتخاب کنید روی سورس باشه و وقتی میخواید پیستش بکنید روی پینت باشه که این کار رو میتونید به راحتی با دستتون گذاشتن روی شیفت عوض بکنید. اگر روی سورسی شیفت رو بذارید میره روی پینت، شیفت رو ول کنید دوباره برمیگرده روی سورس.
مثلا من الان میذارم روی سورس، این قسمت انتخاب میکنم، روی پینت میذارمشون روی اینا و این عکس رو برمیگردونه به حالتی که مثلا نداشته باشه این دونه ها رو روش. سورس انتخاب میکنم، ابزار بعدی که داریم ابزار بلور شارپن اسماچ هست که یه قسمت داره که براتون میتونه بلور بکنه، یه قسمت رو مثلا من الان قسمت پایین این درخت رو میتونم بلور بکنم که این برای مثلا بلور کردن پس زمینه توی عکس ها یا مثلا سانسور کردن صورت یه نفر میتونه بهتون کمک بکنه. قسمت شارپن هست که شما میتونید با حالا استفاده زیاد و ازش این کار رو برای عکستون انجام بدید که زیاد هم البته کاربرد نداره. یه قسمت اسماچ هست که میتونه علاوه بر بلور کردن عکس شما در واقع یه جهت به عکستون میده و این کار رو براش میکنه که گاهی اوقات میتونه توی زیبا کردن عکس به کمک بکنه. ابزار بعدی که میخوایم باهاش کار بکنیم ابزار فوکس هست که این ابزار یه حالت داره که سیمتریک هست و در واقع شما میتونید به صورت حالا مستطیلی شکلتون رو بلور بکنید که اینجا میتونید در درجه مقدار بلور شدنش رو تغییر بدین و حالا اینکه مثلا چقدر توی گوشه ها بلور بشه یا نشه. دومی حالتش رادیال هست که به صورت دایره‌ای بلور میکنه واسهتون یه بخشی از عکس رو. سومیش لاینر هست، به صورت یه خط این کار رو براتون انجام میده که حالا میتونه این ور باشه، میتونه حالا به صورت افقی باشه، میتونه به صورت کج باشه. و نان که کلا عکستون رو بلور میکنه یا کلا نمیکنه. ابزار بعدی که میخوایم باهاش کار بکنیم ابزار دیسپرس هست. این ابزار اینطوری که شما یک قسمت از عکستون رو انتخاب میکنید و براتون توی این قسمت از عکستون شکل میذاره بجاش. مثلا میتونه دایره بذاره، شیش سلی بذاره، مربع بذاره یا مثلث، قلب و حالا شکل‌های دیگه. و یه قابلیت دارین که شما میتونید سایز این شکل‌ها که براتون میذاره بزرگ بکنید یا میتونید تعدادشون زیاده کم بکنید، یا میتونید اینکه بگین تو چه جهتی قرار بگیرن رو تغییر بدید و اینا. خب این ابزار دیگه که میخوایم باهاش کار بکنیم این ابزار هست که این ابزار اینطوریه که شما میتونید عکستون رو یه درجه روشن‌تر بکنید یا میتونید یه درجه تیره تر بکنید یا حالا تیره تر یا باز مثلا روشن‌تر. ابزار بعدی که میخوایم کار بکنیم باهاش ابزار ریسپانس هست که در واقع یه طوری رنگ تصویر شما رو تغییر میده. اولین چیزی که داره ویبرنس هست که ویبرنس اینطوریه که شما میتونید با اینکریزش رنگ در واقع تصویرتون رو پررنگ تر بکنید و با دکریزش میتونید رنگ تصویرتون رو کم رنگ تر بکنید. سچوریشنش هم مثل همون ویبرنسه، اونم رنگ تصویرتون رو میتونه بگیره یا میتونه در واقع رنگ تصویر رو پررنگ تر بکنه. و سومین حالتش تمپرچر هست که توی تصویر شما رو گرم کنه، در واقع تمپرچر تصویر رو بیاره پایین یا میتونه سردش بکنه و تمپرچر تصویر رو ببره بالا. ابزار بعدی که میخوایم باهاش کار بکنیم ابزار پن هست که این ابزار حالا همون در واقع ابزار مداد توره و حالتهای مختلف داره برای کشیدن که من رنگش رو باید عوض کنم و حالتهای مختلف برای کشیدن داره، پلین، نئون و حالا میتونه حتی اینطوری براتون بکشه و اینطوری
مدل های مختلف داره یا حالا حتی مثل مداد چرمی میتونه بکشه. ابزار بعدیمونم ابزار درا هست که تقریبا مثل همون ابزار پنه. شما میتونید حالا یه شکلی رو بکشید یا میتونید توی حالت عوضش بکنید، میتونید بگید به صورت ورتیکال براتون یه چیزی رو میرور کنه یا به صورت هوریزونتال و یا حالا به صورت فورورد. ابزار ایریزر رو داریم که ابزار ایریزر همون در واقع چیزایی که شما با ابزار درا کشید رو پاک میکنه و ابزار کالر ریپلیس هست که اینطوری که شما مثلا یه دونه عکس PNG دارید یا حالا هر عکسی، مثلا توش یه دونه ماشینه، شما میخواید رنگ ماشین رو، مثلا الان عکس من ماشینش نارنجیه، میخواید رنگش رو تغییر بدید، مثلا رنگش رو میخواید بکنید آبی رو انتخاب میکنید و بعدش با کالر ریپلیس میکشید روی در واقع اون عکستون و همونطور که میبینید الان رنگ ماشین من داره آبی میشه. حالا میتونیم براشمون رو بزرگتر بکنیم که سریعتر هم برامون این اتفاق بیفته و الان رنگ ماشین ما از نارنجی به آبی تغییر پیدا کرد. ابزار بعدیمون ابزار فیل هست که به طور مثال شما با حالا پن یه چیزی رو میکشید و بعد میخواید داخلش رو رنگ بکنید و میتونید از ابزار فیل استفاده بکنید و داخل حالا اون شکلتون رو یا هر چیزی رو رنگش رو تغییر بدید. ابزار بعدیمون ابزار گریدینت هست که این ابزار رو شما میتونید با استفاده ازش بک‌گراندتون رو رنگش رو تغییر بدید. به عنوان مثال شما میتونید از رنگ‌های چندتایی استفاده بکنید. در واقع توی این بخش شما میتونید از بک‌گراند با چند رنگ استفاده بکنید. مثلا من میتونم از این رنگ استفاده بکنم و بگم که مثلا توی این جهت برام رنگش کنه یا توی این جهت یا توی این جهت. و یه حالت دیگه هم داره که این حالت به صورت خطشه و این به صورت دایره‌ایشه که براتون به صورت دایره چیز درست میکنه، رنگ ها رو با هم تلفیق میکنه. ابزار بعدیمون این ابزار هست، ابزار فریم و ایمیج هولدر که اینطوریه که شما یک قسمت در واقع از عکستون رو میتونید انتخاب بکنید و به جاش میتونید مثلا یه عکس دیگر رو جایگزین بکنید و یه عکس دیگر رو جاش بذارید که حالا شیپش هم میتونید انتخاب بکنید، مثلا میتونه به صورت مربع باشه یا میتونه به این صورت باشه یا به صورت دایره باشه، شکلش رو میتونید تعیین بکنید. که البته حالا این مثالی که من زدم مثال خیلی جالب برای این موضوع نیست، اما مثالی که خود پیکسل برای شما گذاشته اینطوریه که شما مثلا یه قاب عکس دارید داخل عکستون و اون قاب عکس رو میتونید شکلش رو تغییر بدید یا مثلا اگه اون قاب عکس خالیه توش عکس خودتون رو بذارید. ابزار بعدی که داریم ابزار شیپ هست که از اسمش معلومه چه کار میکنه. یه حالت دیزاین داره که در واقع شما میتونید مثلا رکتانگل یا حالا راوند رکتانگل انتخاب بکنید و براتون اون شکلایی که میخواید رو میکشه. که البته اینطوری که شما مثلا اینو میتونید هم بکشید بعد یا خودتون تغییرش بدید به شکل‌های دیگه. و یه حالت درا داره که در واقع شما توی حالت درا خودتون میکشید شکل رو یعنی اون خودش براتون شکل رو نمیاره و شما خودتون شکلتون رو میکشید مثل داخل پینت. ابزار بعدی که داریم ابزار تکست هست که از اسمش معلومه شما میتونید با ابزار تکست که متنی رو روی صفحتون بنویسید و حالا اینجا میتونید فونتش رو تغییر بدید و حالا میتونید رنگ تکستتون رو تغییر بدید، میتونید سایزش رو و فرمتش رو و استایلش رو هم تغییر بدید. ابزار بعدی که داریم ابزار پیکر هست که شما با ابزار پیکر میتونید هر رنگ یا توی هر گوشه از دستورتون که میخواید انتخاب بکنید
به عنوان مثال من این رنگ رو میخوام انتخاب بکنم داخل در واقع این عکسمون و میخوام که با استفاده ازش با همین رنگ دو رنگی که از تصویرم انتخاب کردم به عنوان مثال یه دایره بکشم و همونطور که میبینید الان این کار رو برای من انجام داده. اوتلاینش با رنگ بنفشیه که از ابرا انتخاب کردم و رنگ داخلش هم از داخل حالا ابرا اینجا انتخاب کردم که حالا شما با استفاده از این میتونید تکست بکشید، میتونید از رنگاش کشیدن استفاده بکنید و خیلی چیزهای دیگه. ابزار بعدیمونم ابزار زوم هست که در واقع شما با استفاده از ابزار زوم میتونید روی تصویرتون زوم بکنید و بعد هم میتونید حالا پلاس و ماینس داره که شما میتونید زومتون رو کم بکنید یا زومتون رو زیاد بکنید که حالا خودش هم دیگه گزینه 100% داره، فیت و فیل. ابزار بعدیمون ابزار هند یا پن هست که شما وقتی که زوم میکنید میتونید از این جای تصویرتون به گوشه دیگه تصویر برید. خب ما ابزارها رو کامل تموم کردیم و حالا این قسمت چند گزینه این بالا داریم توی تولبار که یه قسمت فایل هست که برای باز کردن عکس و اینها هست، برای سیف کردن و اینا. یه قسمت ادیت داره که برای کپی و پیست و اینجور چیزاه. یه قسمت ایمیج داره که برای تغییر دادن سایز عکستون و حالا تغییر بک‌گراند و اینجوری. یه قسمت لایه داره که برای لایه ها هست، میتونید لایه جدید اضافه کنید یا لایه‌ای که دارید رو میتونید داپلیکیت کنید یا حالا میتونید یه عکس جدیدی رو به عنوان یه لایه جدید اضافه بکنید و یا میتونید لایه‌تون رو پاک بکنید. یه قسمت سلکت داره که میتونید شما پیکسل ها رو انتخاب بکنید یا فقط یه سابجکت رو انتخاب بکنید یا کل چیزا رو انتخاب بکنید. یه قسمت ادجاستمنت داره که قسمت ادجاستمنت اینطوری که یه حالت این ستای اولی حالا ست فیلتر هستش که آتو ادجاست تغییر خاصی توی عکستون ایجاد نمیکنه، ولی دومیش که آتو پاپ هست در واقع تغییر میده یه خورده رنگ عکستون رو، و سومیش هم که آتو بی ان دبلیو و عکستون رو بلک اند وایت میکنه، یعنی سیاه و سفید میکنه. و یه قسمت داره برایتنس اند کانترست که شما میتونید روشنایی عکستون رو تغییر بدید، میتونید کانترست از عکستون رو تغییر بدید. یه قسمت تمپرچر و تینت داره که تمپرچر میتونید دمای عکستون رو سرد یا گرم بکنید و از تینت هم میتونید استفاده بکنید. یه قسمت هیومن سچوریشن داره که شما میتونید تم عکستون رو از یه رنگی به یه رنگ دیگه در واقع تغییر بدید، میتونید قرمز بکنید در واقع یا میتونید رنگ سبز رو عوض بکنید یا آبی رو. و حالا قسمت ویبرنس داره و حالا خیلی فیلترهایی میتونه روی عکستون بندازه. قسمت فیلتر هم که همون در واقع افکت ها و فیلترهای توی پیکسلر هست که خیلی هم طرفدار دارن. آموزش امروزمون هم تموم شد. خیلی ممنون از همراهی شما عزیزان. اگر سوالی داشتید میتونید داخل کامنت ها بپرسید، من حتما جواب میدم. ممنون میشم که لایک کنید، سابسکرایب کنید و کانال ما رو به دوستانتون معرفی کنید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.